رفتیم شدیم عبدالله حاضر اینجا برآمده اینجا پیش مسجد کلان آهلیک با یک مغازه نو با نام مغازه توریستی مردانه بچگانه مغازه نو برای تمامی ساکنان یعنی سمرقند و دهه عزیزمون گشوده شده است. البته آن را باید که نوار گرفته و پیشکش مخلصان کنیم. همجای رفتیم به وقت نشد. السلام علیکم بیننده های شبکه ما. من امروز با طریق جمعی خود در یکی از مغازه های بهترین که در البته به صفت اعلا با نرخ های دسترس جوابگر هستند. امروز ما در مغازه‌ای که در مرکز دهه آهلیک جایگیر شده است در نزد مسجد کلان که همچون برای صفت برای زیبا گردانیدن خلق لباس های مردانه را آوردند. البته در آنجا شما می توانید محصولات های وطنی را محصولات های بیرون از وطنی شخصا از دولت ترکیه آمده پیشکشی تمامی خریداران می گردانند. آن مغازه را پیشکش شما می کنیم. محصولات ها را صفت اعلا را درجه بلندترین را البته پیشکش شما می کنیم. با ما باشید کنی می داریم رفتیم. البته دوستانی عزیز لباس های با صفت از این مغازه دهه آهلیک که آن لباس ها از ترکیه و از وطنی خود پیشکشی البته امروزه میجازها شده ایستاده است. برای شما حاضر لباسی خود را میخواهم کمی باشد هم معلوماتی هم برای شب نشینی ها برای مهمانداری با چنین تیامنی برای نفرانی که میخواهند اینقدر روشنی نباشد اینقدر لباس های و چشم نمایان نباشد چنین لباس ها را انتخاب کردنشان ممکن است. نفرانی که میخواهند با لباس های روشن‌تر سویتلی میگویند و چنین لباس ها اگر خواهید اگر نیز این خیلی واریانت ها نیست برای شما پیشکش کردن ما ممکن است. من عزیزان این لباس نوبتی که برای جوانان برای مرد بچه‌هایی که میخواهند نو و اشتیاق نو و روزهای خورسندی به زادروز به شب نشینی به گشتک ها می روند البته همراهی دوستان نزدیکانشان این لباس ها را نیز پیشکش شما کردن ممکن است. شما می خواهید در نزدیکی در آمد تابستان هستیم نیز لباس های تابستانه را برای شما نشان دادن ممکن با چنین لباس ها البته ممکن است که فوتبالکه ها را باشیم. من دوستان عزیز نیز برای شما این چنین های تابستانه هست برای جوانانی که در نزدیکی ما در آمد تابستان هستیم حاضر در اینجا برای شما پیشکش میکنیم لباس های تابستانه را که برای گرم نشدن برای سپورت کتی یک جای
کار کردن، عرق نکردن، برای هر خیل بوی‌های بد نآمدن. در اینجا لباس‌های بسیار هم طبیعی هست و با صفتش جواب می‌دهیم که لباس‌ها با درجه اعلی هست. سالقین برای شما پیشکش می‌کنیم چنین آبوف‌ها را و البته چنین کراسافکاهایی که در هوای گرم از بوی‌های بد شما را نگه می‌دارد و برای پای‌های شما سبک است. ترکیه، انتالیا، دبی، سوچی یا آهالیک، کجا شما رفتن استراحت برای دمگیری؟ این چنین لباس‌های سبک، این چنین لباس‌هایی که در تابستان آرامی جان است با شما توصیه میکنیم. البته شما برای استراحت به دولت‌های دیگر یا به خود وطن ما برای استراحت برآمدنی باشید، با چنین لباس‌های تابستانه برای شما توصیه میکنیم. سلامت باشند. خلاص بیننده‌های عزیز ما، برای شما لباس نوبتی را معلومات میدهیم. البته شورتک‌های تابستانه خیلی که یک سالقین سبک برای شتوخیز، برای یک راه‌های دور، برای استراحت برای شما توصیه میکنیم. البته لباس‌هایی که برای شما از ما نشان بدهیم از دولت ترکیه برای شما آماده کرده شده است. آبوفی که حاضر در پای‌های من هست، آبوف نیز از ترکیه خیلی که با پای‌های ما شینم هست. البته با نرخ‌های دسترس پیشکش شما میکنند. فوتبالکی که در تنی من هست خیلی که یک سبک، هوا را در آبروش آسان نیست. لباس زیبا برای شما حاضر باز یک لباس کلاسیک را پیشکش شما میکنیم. البته حاضر لباسی که شما میبینید کلاسیک در توی مراسم ها در روزهای خرسندی شما به ملال پیش رفتنتان ممکن است. البته میبینیم که کرتا روباشکی که وطنی هست، محصولات وطنی برای شمایان در روزهای تابستانه خیلی که یک سفید آفتاب را از خودش میگذراند. البته شما میبینید در اینجا بروکی شینم که در هر یک روزها پیشتنتان ممکن از برندی مشهوری خارجه بحری امروز پیشکش شما میکنیم. آبوفی که بسیار هم برای پایهای ما شینم هست. هیچ وقت پای ما در این آبوف بوگین نمی شود و درونش خیلی که برای پایها ماندن ما شینم هست. با صفت اعلا با نرخ‌های دسترس پیشکش شما کرده می شود. البته برای شما باز خاطر رسان میکنیم که این مغازه نامدار در دهه آهالیک جایگیر شده است. در نزدی مسجد دهه آهالیک شما آمده مراجعت کردنتان ممکن است. نیز در روزهای نزدیک سایت های اجتماعی را پیشکش شما میکنیم. البته دوستان عزیز، چقدر که برای شما معلومات دادیم، این بودن یک معلومات مختصر برای مغازه دهه آهالیکی در نزد مسجد کلان دهه ما نو کشاده شده ایستاده است. البته روزی کشاده شوی ما در اینجا خدمت هستیم، پیشکش شما میکنیم. اینچنین لباس های محصولات های وطنی، البته بیرون از وطن، آن برند های نامداری دولت، آن برند های نامداری جهانی را پیشکش شما میکنیم که در اینجا آن بروک های نامدار برند زارا، لارا پیانو، البته لباس ها، آبوف ها که با چرم های در حقیقت طبیعی برای شما پیشکش شده ایستاده است. در اینجا فوتبالکه ها را میبینیم که چقدر که سالقین و شینم است برای پوشیدن و مانند هر روزه برای شما میگویم در برنامه های خود شنیدن که بود مانند دیدن برای شما توصیه میکنم. البته مغازه دهه خود را، مغازه دهه آهالیک را شما به حضور آمده از اینجا لباس های به خود معقول را خرید رفتنتان ممکن است. بیایید البته انتخاب کنید، انتخابی زیاد برای شمایان. سلامت باشند.